14 دکبر در ادامه سفری کاری در ولایت ختلان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینوی ماموری کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسانی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر را با استفاده داده در مراسم معرفی تطبیق لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان اشتراک کردند. عملی سازی لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان با دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صورت گرفته مقصد تطبیق آن جاری نمودن خدمترسانی نقلیات جمعیتی داخل شهری و نزد شهری با استفاده از اتوبوس‌ها، بلند برداشتن صفت خدمترسانی مسافرکشی، پست کردن حالت تنبشوی نقلیات در راه‌های ماشینگرد، بلند برداشتن بی‌خطری حرکت در راه‌ها و بهتر نمودن وضع اکولوژی عبارت میباشد. اثنای معرفی اطلاع داده شد که ارزش عمومی لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان 9.2 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با تطبیق لایحه و صحبت با مسئولین جهت عملی سازی هدفمندانه آن و استفاده مقصدناک واسطه‌های نقلیات خریداری شده دستور و سفارش‌های مشخص دادند. تذکر داده شد که در صورت قبول گردیدن مرحله دوم لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان امکانیت موجود است که در کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان واردسازی الکتروبوس‌های نو براه مانده شود. برای این همه امکانیت‌ها در مؤسسه نقلیاتی اتومبیلی کارخانه موجود است. در دایره لایحه ساختمان مؤسسه نقلیاتی اتومبیلی با تمام تجهیزات ضروری با صفت بلند و جوابگو به استانداردهای پذیرفته شده انجام یافت. بنیاد بینای ماموری دوآشیانه با تهخانه، ساختمان بینای تعمیری و شستشوی نقلیات، وصل تجهیزات برقی و تشکیل انفراساختار ضروری از قبیل ترانسفورماتور، کشیدن قبورهای آبی نوشاکی، وصل و نصب تجهیزات، کارهای منفرش‌کنی و بتون پوشکنی میدان مؤسسه، کشیدن خطهای افقی، شینانیدن نهال درختان آرایشی و میوه‌دهنده و گل و بوته‌ها از زمره تدبیرهای بودند که در چهارچوبه تطبیق همین لایحه صفتاً خوب انجام داده شدند. در دایره عملی سازی لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود اکیا اوستا 39 عدد اتوبوس‌های مسافرکشانی تمغه اکیا اوریا ل8 با کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسانی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر وارد کرده شد. همچنین در دایره لایحه از حساب مبلغ‌های صرف شده 2 عدد واسطه نقلیاتی مسافرکشانی تمغه اکیا ل9 با مقصد رشد ساحه توریسم داخلی و خارجی خریداری گردید که در نتیجه تعداد اتوبوس‌های نو زمانوی در کارخانه به 41 عدد رسانیده شد. این تدبیر امکانیت می‌دهد که خط سیرهای بین شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، شهر دوشنبه، ولایت سوخت و شهرهای گوناگون جمهوری ازبکستان به راه مانده شوند. اتوبوس‌های نو از لحاظ سرعت، وزن کم و کوتاه بودن برای فعالیت در کوچه‌های شهر باختر و شهر و ناحیه‌های اطراف مساعد میباشد. اتوبوس‌های نو با تجهیزات گرمی و خنکی دهنده و واسطه‌های وارد و خارج شوی برای معیوبان مجهز گردانیده شده است که بهر بی‌خطری و حمل و نقل مسافران خدمت می‌رساند. در اساس دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان در منطقه باختر لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان با دستگیری شریکان رشد عملی گشت. با انجام رسیدن لایحه مذکور عین زمان در مؤسسه که مساحتش 3 گکتار می باشد کارهای ساختمانی پوره به انجام رسانیده شده. فرمایشگر کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان و پودرچی ساختمان جمعیت دارای مسئولیتش محدودی صابرسان بوده. از طرف این شرکت عین زمان تمام کارهای ساختمانی با صفت بلند به انجام رسانیده شد و در برابر این طبق دستور سفارش‌های پیشوای ملت که در رفت آزمون خرید شرکت‌های وطنی اشتراک نمایند در خرید اتوبوس‌ها نیز شرکت وطنی اکیا اوستا غالب آزمون برآمده. امروزها چقدر که به شما عیان است واسطه‌های نقلیات مسافرکش زمانوی تمغه اکیا اوریای استحصال وطنی برای خدمت مردم ساکنان شهر باختر و گرد و اطراف آن در مؤسسه دسترس گردیدند. وابسته به تشکیل نظام همگرایی شده خرید و فروش چیپته‌های الکترونی برای داخل اتوبوس‌ها تا امروز از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود اوستا گروه در اساس قرارداد 40,000 کارت‌های نقلیاتی فرمایش داده شده است و به قریبی نظام پرداخت الکترونی خدمترسانی در خط سیرهای داخل شهری و بیرون از شهری فعال کرده می شود. بعد به استفاده دادن کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان 130 نفر شهروندان با جای کاری دائمی تامین شدند.
کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان در قسمت جنوب و غربی شهر باختر در شاهراه باختر کلاه بنیاد گردید که این روند در تنظیم حرکت واسطه‌های نقلیات جمعیتی و آسان و ساده گردیدن رفت و آمد ساکنان و مهمانان به شهر و ناحیه‌های اطراف مساعدتی فعال خواهد کرد. از شماره عمومی 41 واسطه نقلیاتی به کارخانه وارد گردیده 11 عدد اتوبوس در خط سیر باختر کوشانیان وخش فعالیت را آغاز نموده است. همه روزه در این خط سیر از 3.5 تا 4,000 مسافر از خدمت رسانی با صفت اتوبوس ها استفاده میبرند. تصمیم مذکور باعث خوشحالی و فرحمندی ساکنان شهر باختر و ناحیه‌های اطراف گردیده است. ضمناً با استفاده دادن کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمت رسان کار در خط سیرهای دیگر آغاز شد. شاهد واقعه هستیم که با تشبوس پرزیدنت محترم پیشوای ملت امامعلی رحمان با کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمت رسان خب اتوبوس هایی که زمانویی که با طلبات زمانوی جوابگو است البته تامین شدند و از آن جمله نرخ چیپته هایی که برای هر یک مسافر مقرر کرده شده است. این باعث خرسندی است که خدمت رسانی ها از روی مقررات یعنی که برای ساکنان شهر باختر دسترس می باشد. ما در خط سیر رفت و آمد داریم. نرخ نو نسبتاً ارزان پیشتر از سبب بلند بودن نرخ سوزشواری باشد ممکن که میکرو اتوبوس ها نرخشون بلند شدن تاکسی و حاضر همه خرسند و راضیه ما همی حکومت جمهوری که مثال همی خلق خورده همی راهگیرا را ارزان کردن همی اتوبوس ها را به کار در آوردن. ما همه کسا می نداریم همی راهبرمون می نداری خود را بیان میکنیم برای راهبری دولت برای غمخوری نسبت خلق. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همین جا به مسئولان دستور دادند که قبل از همه توسط اتوبوس های خوشتر و زمانوی استحصال وطنی سطح خدمت رسانی به اهالی را بالا برداشته با فعال کردن خط سیرهای نو به دیگر منطقه های جمهوری انتقال بخطر مسافران را تامین سازند.